علماء حرمت و عزت و استقلال ہمیں ریش سفیدان ہمیں نے مناسب تری حال پر ہمیں ریش سفیدان ہمیشہ ہیں کہ ریش سفید و تی استقلال حفظ کنا باید بالاخره چیز جزئی ہے ریش سفید و تی ارزش پایین میاران علماء و تی ارزش پایین میاران آنده یک که کمک که به من کند یا به ما عزیز علماء کند یا به ریش سفید کند و بعضی توجیه کنه که ما پوتی مردمان خاطر اما مردم اما موقعیت نیت آزار کن و من کانه نه هم پرشی من باور نبید که ما پوتی مردمان خاطر کارا کن ریش سفید و تر حفظ کند و تی جاگه و هم خدای حمایت و رضامندی پر ریش سفیدم بهترین چیزه و همه ملت ہے ولی این کلیه خبری برای ریش سفیدم همیشه که ریش سفیدم ما عزیزند و به مردمند و ما برای ریش سفیدم احترام خاص قائلم ولی وقتی استقلالم مثل گذشته سرداران و ریش سفیدم حفظ کنن الله عزتش بالا و ترگو کسی وابسته مکنن و استقلال ارزش هیچی نداری میں دنیا نداری استقلال ارزش وابستگی نه انسان که وابسته بود بالاخره وابستگی چیزی خوبی نیست به هیچ کسی نه به یک سرمایه داری ریش سفید و تر وابسته کن عالم به سرمایه داری و تر وابسته کن و نه به صاحبان پست و مقام اما وقتی استقلال حفظ کنن و همیشه واقعیتان سر بروان حقایقان نادیده میگیرن واقعیتان نادیده میگیرن منافع عمومی در نظر گیرن منافع ملت در نظر گیرن